حواستو جمع کن، دخترا دارم میام، محکم سینه بزن. سلام شتولی، چرا اینقدر لفتش دادی؟ مواد آوردی بلام یا نه؟ آره بابا، بیا بگیرش. چی بابا؟ اول پولو رد کن بیاد، حسابت سنگین شده. دایی گفته تا پول ندادی گوزم بهت ندم. گوزم دهن دایی کشلقمت، چقدر والیز کنم بی پدل و مادر. 100 میلیون از قبل بدهی داشتی، الانم 150. مجموعاً 250 کارت بکش. دفعه قبل هلوینت ناخالصی داشت، فکر نکن ما خلیم نمیفهمیم. من مثل شما حلوم خل نیستم، پول حروم سر سفره زن و بچم نمیبرم. رضایت مشتری از هر چیزی برام مهمتره. چی داداش؟ چوز شرطف نده بابا، بهترین هروئین رو واسه آوردم. بردار ببر بی خودی فاز بر نداره بابا. کالتو بکش دل مفلم نزن، کار ضعیف باشه شلوار خودت تو دایی تو ننه تو بابا تو جد و آباد تو میکشم شلت. عرصوی پوفیوز هیچی تو خونه نداریم، امروز اول محرمه. من ناز کردم 400 تا شربت دست مردم بدم. پاشو برو یکم شکر بخر شل ناموس. اوهو، از کی تا حالا تو اینقدر آدم حسابی شدی؟ اصلا واسه چی ناز کردی؟ واسه این که پدر پسر شجاع ازدواج کنه و سر و سامونی بگیره. داری منو مسخره میکنی؟ خوبه منم برینم بهت؟ آقا به تو چه که من سر چی ناز کردم؟ پاشو یکم شکر بخر، کمک که نمی کنی هیچ دم به دقیقه حرف مفتم میزنی. پاشو برو دیگه. باز واسطه منو نگاه میکنه. چی شد؟ آقا ما برای اینکه این کلیپو بسازیم نه خارو خفیف شدیم. یه لایک و سابو برام بزن دیگه، خیلی ممنون. به به آقا جواد گل، خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ داداشا خوبن؟ پدر مادر همگی خوبن؟ خانومتون چطوره؟ خواهرات خوبن؟ خفه شو دیگه، تا ناموس به من فلو رفتی. بکش بیرون از ما، سرتو کردی تو کوچه ما چیا میبینی؟ بسته دیگه، چی میخوای؟ بگو بهت بدم شلو کم کن. آخ چرا ناراحت میشی آقا جواد؟ من که چیزی نگفتم. شکر داری یا نه؟ اگه داری 1 کیلو برام بکش. بفرما اینم شکر. خوش اومدی، به نقی سلام برسون. به سلامت. بالا دیگه، چه شیریشیه، عین شنه میچسب به دل کون آدم. بفرما نقی جان، اینم شکر. با اجازت من میرم بیرون یه چرخی بزنم، برای پخش شربت خودم ها حتما میرسونم. باز محرم شد تو افتادی پی شماره دادم به این و اون. از سنت خجالت بکش، تو کی میخوای آدم بشی؟ بابا جون، عمو عرسو رفته، داری با کی صحبت میکنی؟ هی این بشر درست بشو نیست که نیست. مسعود جان بیا سریعتر بریم شربت رو درست کنیم که امشب میخوام کل محل رو شربت بدم. فقط دست به جنبون. شربت درست کنی؟ من کلی کار دارم، باید برم باشگاه این بدن لامصب رو بسازم. کلی دختر اون بیرون چشم راه منن که منو دید بزنم. با اجازه من میرم باشگاه، زود برمیگردم. سگ می آوردم تو خونم بزرگ میکردم بهتر از تو بود. آخه بی شرف تو خودت سوژه جغ پسرای محلی. یکم به خودت بیا. تا امروز گاو بودن چه سودی برات داشته که رهاش نمی کنی؟ الانم زودتر از جلوی چشمم گم شو که واقعا تحمل قیافه انتو ندارم. همه بچه دارم، ما هم بچه داریم. من ریدم با این بچه بزرگ کردنم. شما کی تشریف آوردین؟ سلام، چه حال چه خبر؟ خوش میگذره نقی جان؟ سلام عزیزای دلم، خوش اومدین. صفا آوردین از این ورا. داشتیم میرفتیم آرایشگاه یکم به خودمون برسیم که پشه گفت قبلش بیایم به شما یه سری بزنیم. دمتون گرم، لطف کردین. فقط شما ماشاءالله هزار ماشاءالله سر و وضعتون که خوبه. آرایشگاه واسه چیتونه؟ مگه نمیدونی محرم شروع شده، انگار اینجا زندگی نمی‌کنی ها؟ نقی انقدر تو خونه موندی فراموشی گرفتی. بابا محرم شروع شده، کلی دختر میاد تو خیابون. کیفم دهنتون بی شرفای اول. همین الان گورتون رو از خونه من گم کنید بیرون، برید تا جرتون ندادم.
همگی خسته نباشین. خدا رو شکر که تونستم نظرم رو ادا کنم. نظرت قبول بابا جون، فقط یه چیزی، من از وقتی شربتو خوردم یه جوریم شده. شما حالتون خوبه؟ مسعود دیوونه شدی؟ چرا داری پارس میکنی؟ چته تو؟ نقی تو چرا کلت نسبت به بدنت بزرگتر شده؟ ارسطو بس کن دیگه، چرا میو میو میکنی؟ مگه تو گربه ای؟ یا خدا چرا شکمت اومده جلو؟ از کی حامله شدی؟ کی به تجاوز کرده؟ آخه چرا از کاندوم استفاده نمی کنی تو؟ بابا جون چرا داری رو زمین قل میخوری؟ این کارا چیه؟ اما رستو چرا از لوستر آویزون شدی؟ بیا پایین لطفا. یا خدا تمساح بهمون حمله کردن، برید تو اتاق پناه بگیرید. چه گلفتالی شدم یعنی من اون همه هلوئین رو کجا گذاشتم؟ نکنه اشتباهی به جای شکل دادمش به اون الشتوی دیوس. ای وای بدبخت شدم، به چخ رفتم. حالا چجوری موادم رو ازش پس بگیرم؟ سلام آقا جواد گل و دوست داشتنی، واقعا وجود شما تو این محل نعمت بزرگیه. شکرهای شما شکر نیست که عسل لامصب، عسل. بی زحمت یه 3 کیلو از همون شکر دیروز بهم بدین. دیشب تمام محل رو هوا بودن از بس که شربتمون خوب شده بود. یعنی تمام اون شکر رو مصرف کردی؟ بله یکم هم تهش مونده بود که امروز صبح خالی خالی خوردمش. بعدش رفتم هیئت یه جوری تبل زدم که تبل 2 تا به من میزد. حالا هی من بزن هی تبل بزن. اوف نگم برات. ای من خالتو شاییدم، به فاک شگ رفتم، تمام سرمایم رفت هوا. از شکر دیروز بهم میدی یا مغازه رو سرت خراب کنم؟ سلام ارسطو چی شد؟ شکر میده یا ترتیبشو همینجا بدین؟ تکلیف چیه؟ خیلی داره مقاومت میکنه. من دستاشو میگیرم تو با نیشت بهش تجاوز کن. محکم بگیرش که من اومدم. ولم کنید بی شلفای حیوان پس فتلت. خدا رو شکر مراسم آبرومندی داشتیم. همه محل تعریف میکردن. فردام نظری دارم. مگه بازم نظر داری؟ کی این نظر تو تموم میشه؟ بابا چرا چیزی به من نگفتی؟ مگه قرار نبود فقط یه روز نظری بدیم؟ یعنی شما متوجه هیچی نشدین؟ هیچ تغییری احساس نکردید؟ شما دیگه خیلی از مرحله پرتیدا؟ نه مگه چی شده؟ ما چی رو متوجه نشدیم؟ از وقتی نظری دادم کلی مشتریامون اضافه شدن. به تمام کسایی که شربت خوردن شماره‌مو دادم که برای کار بهمون زنگ بزنن. تو دیگه از راسو هم لاشیتری بیشور. تو اول لاشی بودی بعدن دست و پا در آوردی. منو باش که فکر کردم آدم شدی. بابا جان ببخشید ولی من تو زندگیم کلا 5 تا آدم لاشی دیدم که هر 5 تاش خودتی. این وصله ها به من نمیچسبه. من آدم درستیم. یا تو نمیدونی آدم چیه یا کلمه درست رو به طور کامل درک نکردی. من دارم میرم بیرون واسه دختربازی فعلا. خواهشاً گاوبازی در نیار. هر وقت دیدی جمعیت دختر اطرافمون زیاد شد محکم سینه بزن. تا دخترها نیومده الکی خودتو خسته نکن. باشه من حواسم جمع خیالت راحت. راستی دیشب چند تا شماره گرفتی؟ من که کاسب نبودم. والا هیچی. حتی یه دخترم نیومد جلو بگه آفرین چقدر خوب سینه میزنی بیا اینم شمارم. ای دل غافل، ما رو باش که داریم برای کی زحمت میکشیم. من که میگم بیا روند کار رو تغییر بدیم. نظرت در مورد زنجیر زنی چیه؟ فکر کنم زنجیر جواب باشه ها. آره 100% موافقم. امشب اگه بهمون شماره ندادن میریم سمت زنجیر زنی. حواستو جمع کن دخترا دارم میام. محکم سینه بزن. عزیزان جان اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً با زدن دکمه ساب و لایک از ما حمایت کنید. تا درود دیگر بدرود.